یه جای دور در اعماق یه اقیانوس یه سری ماهی نگران بودن. چرا؟ چون کوسه خندون ناپدید شده بود. فرشته ماهی گفت کوسه خندون کجایی؟ دوستاش همه جا رو گشتن. کنار جلبکا، دوربر مرجانای دریایی رنگ و وارنگ، ولی نتونستن پیداش کنن. تا اینکه یهو اختاپوس پیداش کرد. اما کوسه خندون نمیخندید. ستاره دریایی ازش پرسید چی شده کوسه خندون؟ کوسه خندون گفت من نمیدونم چطوری این سکسکوها رو قطع کنم. فرشته ماهی گفت من میدونم باید چی کار کنی. من هم موقع سکسکی میگیرم با تمام سرعت شنا میکنم. همیشه هم سکسکه هم قطع میشن. فرشته ماهی و کوسه خندون با بیشترین سرعتی که میتونستن شنا کردن. اما نشد. کوسه خندون به ستاره دریایی گفت ستاره دریایی میشه کمکم کنی؟ ستاره دریایی گفت البته من هر موقع سکسکی میگیرم چرخ و فلک میزنم. همیشه هم سکسکی ها قطع میشن. و بعد با هم کف اقیانوس پریدن و چرخ و فلک زدن. اما نشد. حالا کوسه خندون هم سرش گیج میرفت هم هنوز سکسکه میکرد. اختاپوس خندید و گفت من یه فکری دارم. و بعد آروم با پاهای نرم و پیچ پیچیش رفت سمت کوسه خندون و شکمش رو قلقلک داد. کوسه خندون هم کلی پیچ خورد و تکون خورد و خندید، ولی سکسکش قطع نشد. بادکنک ماهی لبخندی زد و گفت من میدونم دقیقا چی سکسکه تو رو قطع میکنه. من هر موقع سکسکه میگیرم نفسم رو تا جایی که ممکنه نگه میدارم. همیشه هم سکسکه ها قطع میشن. پس با هم یه نفس عمیق گرفتن و تا 3 شمردن. کوسه خندون خندید و گفت هورا سکسکه هم قطع شدن. خیلی ازت ممنونم بادکنک ما. سکسکه های کوسه خندون نه تنها خوب نشدن بلکه بدتر شدن. کوسه خندون دیگه اخماش رفته بود تو هم و شاکی شده بود. با ناله گفت سکسکه های من هیچ وقت قطع نمیشن. ستاره دریایی گفت یه راه حل بهتر لازم داری. و دوستاش دور هم جمع شدن و پچ پچ کردن. فرشته ماهی به کوسه خندون گفت تو باید بری ته اون غار مرجانی. اونجا سکسکه هات خوب میشن و قطع میشن. کوسه خندون گفت واقعا؟ و در حالی که خیلی آروم سکسکه میکرد تصمیم گرفت که بره. توی اون غار همه جا تاریک بود. کوسه خندون تقریبا تنها بود، اما با شجاعت منتظر بود. بله، بالاخره با این سورپرایز ترسناک سکسکه های کوسه خندون قطع شدن. کوسه خندون با خوشحالی گفت هورا! بالاخره میتونیم هممون با هم بازی کنیم. خیلی ازتون ممنونم. حالا بادکنک ماهی سکسکه گرفته بود.